دیروز در مسکو هیئت طالبان زیر سرپرستی شیر محمد عباس ستانیکزی و هیئت افغانی زیر رهبری سابق پرزیدنت افغانستان حامد کرزی مذاکرات دو روزه صلح را به پایان رساندند. طالبان همان اصرار می‌ورزند که قدم اول در روند صلح بیرونشوی تمام نیروهای خارجی از افغانستان خواهد بود. حامد کرزی گفت از نتیجه مذاکرات قناعتمند است. این نشست در حال برگزار می شود که در قطر اداره سیاسی طالبان از ملاقات مستقیم با هیئت حکومت افغانستان خودداری میکنند. رهبر هیئت 10 نفره طالبان در مسکو گفت که حالا مهلت بیرونشوی سربازان امریکا از افغانستان تشخیص نشده است، ولی آن باید هر چیز زودتر معین و اجرا شود. در ادامه موضوع افغانستان، در این کشور در پی حمله گروه مسلح به دفتر رادیوی محلی در شمال این کشور 2 ژورنالیست کشته شد. همکاران و مقامات محلی گفتند که حمله گروه مسلح ناشناس به رادیوی همصدا روز 5 فوریه در شهر طالقان مرکز ماموری ولایت تخار رخ داده است. شفیق آریا و رحیم الله رحمانی که هر دو چیز بیشتر از 20 سال داشتند در جای حادثه جان دادند. فعلا معلوم نیست که این حمله را چه گروهی انجام داده است. رئیس پلیس ولایت تخار رشید بشیر گفت که تحقیق حادثه شروع شده است. بشیر از جمله افزود 2 مسلح ناشناس تخمینا ساعت 6 شام سه‌شنبه وارد دفتر رادیو شدند. آنها به جانب این 2 خبرنگار آتش گشودند. هنگامی که حادثه رخ داد، این 2 ژورنالیست پشت میکروفون برنامه اجرا میکردند. 1 ماه پیش 5 ژانویه ژورنالیست دیگر جاوید نوری در زادگاهش فرح در غرب افغانستان کشته شد. مسئولیت کشتاری نوری را طالبان به عهده گرفته گفتند که این ژورنالیست برای حکومت کار میکرد. در گذشته ها طالبان و همگروه دولت اسلامی چندین بار به ژورنالیستان افغان حمله کرده. تنها در سال 2018 که به ارزیابی‌های گزارشگران بدون مرز خونین ترین سال برای ژورنالیستان افغانستان بود، 15 خبرنگار را کشتند.